در شهر و نواحی ولایت ختلان در دایره استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی و سازندگی، تعمیر و از نوسازی بناها امروز ادامه دارد. طبق نقشه تا جشن 35 سالگی استقلالیت بنیاد 6260 انشاءات گوناگون تعیینات در نظر است که بنا به معلومات‌های آماری از سال 2022 تا 6 ماه سال 2024 3090 عدد بنا و انشاءات با مبلغ عمومی 2 میلیارد و 517 میلیون سومانی مورد استفاده قرار داده شده است. در ناحیه عبدالرحمن جامی کارهای سازندگی و بنیادکاری در انشاءات ساخته شونده ادامه داشته، در این تدبیر صدها نفر ساکنان به کار جلب گردیدند. انشاءات مذکور در دایره کارهای بنیادکاری و سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد انفراساختار ناحیه با اصول معاصر معماری صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته می شوند. بیشتر انشاءات ساخته شونده ساحه معارف را در بر گرفته بنیاد یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی مجهز با همه گونه امکانات در نظر است که اکثر آن الکی در مرحله انجامیابی قرار دارد. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی نقشه چهاربینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و شعبه معارف تشکیل کرده شده است که شروع از ینوری سال 2024 تا این جانب در 4 مؤسسه بناهای علاوگی ساخته با استفاده شد که 26 سیمخانه علاوگی باشد و 58 سیمخانه علاوگی از حساب مقامات اجرایی دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و حکومت جمهوری از حساب کمیته پدر و مادران و شخصان سخاوتمند ادامه دارد که تا آغاز سال نو تحصیل مورد استفاده قرار داده شود. طبق اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی ناحیه در باقی مانده انشاءات جشنی کارهای ساختمانی و لایحه‌کشی با مرام ادامه دارد. در ولایت ختلان دوام 6 ماه سال جاری از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری به ساحه ساختمان در حجم 1 میلیارد و 618 میلیون سومانی مبلغ‌ها روانه کرده شده است. کارهای ساختمانی و وصولکنی باشد در این دوره با مبلغ 1 میلیارد و 265 میلیون سومانی اجرا شده است. در برابر دیگر انشاءات ساختمان بینای نو قصر فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی در اساس دیرکسیای ساختمانی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرفه انجامیابی قرار داشته، طبق معلومات 80% کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است که تحفه ارزنده برای اهل فرهنگ ناحیه خواهد بود. در تمام ساحه‌ها و کارهای آبادانی رفته ایستاده است، از جمله در سمت ساحه فرهنگ ساختمان قصر فرهنگی زمانوی در عرفه انجامیابی می باشد و از نوسازی باغ فرهنگی این روزها رفته ایستاده است که نصب اتراکسیون ها و سبزکاری کردن زمین های باغ، در شیناندن درختان آرایشی، نصب دروازه درآمدگاه باغ فرهنگی و نصب پیکره مولانا عبدالرحمن جامی در درآمدگاه باغ فرهنگی نصب گردیده است که با هر یک کارمند شرایط فراهم آوردن یک کار به نهایت خوب است که میتوانند کارمندان در شرایط خوب در بناهای نو زمانوی فعالیت خود را پرزور کرده و خوبتر نموده به دستاوردهای خوب نائل گردند. کارهای ساختمانی در بناهای ساخته شونده واقع در مرکز ناحیه عبدالرحمن جامی مطابق به طلبات‌های معماری جریان داشته، در این روند باثبات کارهای سازندگی و آبادکاری در برابر مبلغ‌های بودجه همچنین صاحبکاران و ساکنان محلی هوسمندی زیاد نشان داده بهر ارزنده استقبال گرفتن استقلالیت دولتی سهم خود را می‌گذارند. طبق نقشه شعبه معارف ناحیه عبدالرحمن جامی 2023 تا 2024 در 18 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه با نقشه گرفته شده بود. تا امروز در 4 تای آن سپرده شد، 12 تای آن در عرفه انجامیابی است. تا آخر سال باز 6 مؤسسه دیگر با جشن 33 سالگی جمهوری تاجیکستان با استفاده داده می شود. در مؤسسه‌های تحصیلاتی رقم‌های 10، 17، 26، 28 از حساب پدر و مادرها ساخته و استفاده داده شده ایستادند. مؤسسه‌های تحصیلاتی 18، 35، 32 8 از حساب بنیاد ملی 400,000 ساختمانشان که به آخر رسیده است. در دایره استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از 211 انشاءات بیش از 100 عدد آن الکی موارد بهره برداری قرار داده شده، کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات جشنی با مرام جریان دارد.
مورد ذکر است که برای در سطح بلند پیشواز گرفتن 35مین سالگرد استقلالیت به حالت 1 اپریل طبق معلومات آماری در ولایت ختلان 2762 انشاءات به مبلغ عمومی زیاده از 2 میلیارد تومانی مورد استفاده قرار داده شده است.